از جایی شروع میشه که کمتر کسی فکر میکرد روزی قرار زادگاه یک قهرمان بشه. روستای ابنو، اون هم تو دل کوههای فارس، جایی که هادی کوچولو، پسر بچه‌ای با آرزوهای بزرگ، وقتی همه توی کوچه ها فوتبال بازی میکردن اون ترجیح میداد روزش رو با آرنولد بگذرونه و مثل اون هر روز قوی و قوی تر بشه. البته بگم آرنولد که خودش خبر نداشت، ولی هادی توی ذهنش کلی باهاش رفیق شده بود. اما خب همه چیز انقدر هم آسون نبود. وقتی اولین بار با 47 کیلو وزن پا توی باشگاه گذاشت، مربی‌ها با خنده گفتن برو پسر جان، برو یکم نون بخور بعد بیا این ورا. اما هادی اهل تسلیم شدن نبود. هر روز میرفت باشگاه، هر روز وزنها سنگین تر میشدن و کم کم اون پسر بچه لاغر روستایی تبدیل به یک گرگ واقعی شد. البته لقب گرگ رو وقتی گرفت که همه میدیدن چطور توی مسابقات رقباشو یکی یکی میبله. هادی با پشت کار و زحمت بیپایان از مسابقات استانی شروع کرد و کم کم راهش رو تیم ملی باز کرد. هر مسابقه‌ای که میرفت یه مدال جدید به دست می آورد، اما هدفش فقط ایران نبود. چشمش به بالاتر از اینها بود، مستر المپیا. ولی خب زندگی همیشه همونطوری که میخوای پیش نمیره. مشکلات ویزا، چالش‌های مالی و حتی شرایط سیاسی ایران چند سال پی مثل یه دیوار جلوی راهش بودن. خیلی‌ها همونجا دست میکشیدن، ولی هادی اون کوتاه نمیومد. و بالاخره سال 2019 این دیوار فرو ریخت. ویزا جور شد، هیجان توی هوا موج میزد و هادی با همه قدرتش روی استیج مستر المپیا رفت و در نهایت مقام سوم رو به دست آورد. بعضیا میگفتن مقام سوم این فوق العاده است، ولی برای هادی این فقط یه شروع بود. برای همین توی سالهای بعدی هم با تمام قوا جنگید و بالاخره رویای بزرگش به حقیقت پیوست. لاس وگاس، مستر المپیای 2022. هادی چوپان، همون گرگ ایرانی، روی بزرگترین استیج بدنسازی دنیا مثل همیشه آروم و با اعتماد به نفس رفت و قهرمانی رو مال خودش کرد. ولی این فقط یه قهرمانی نبود. این داستان هادی چوپانه، داستان پسری که از یه روستای کوچیک از دل فقر و هزاران مشکل بلند شد، با گوش‌هایی که دیگه کامل نمیشنیدن، اما با اراده و قلبی که برای موفقیت میتپه به دنیا نشون داد که غیر ممکن وجود نداره. حالا گرگ ایرانی نه فقط قهرمان جهانه، بلکه قهرمان دلهای مردمه.